های خانم سرمه، دوغن چیکار میکنی؟ فکر کردم که تو مرا در حق دوست داشته ای. میدانی 2-3 روز آخر چنان خوشبخت بودم که افسوس فریب خوردم. دوغن من هیچ چیز مگو. از این کار دست نمیکشم، خواهی هم دست نمیکشم، نخواهی هم. تو مالی منی، از من. تو چی گفتن میخوایی دوغن؟ من مول نیستم که به من چنین گویی. کم گپ زن و گوش کن. هر آن کس که مرا از تو دور کردن میخواهد نیستش میکنم. چه خیلی که این روز یعقوب را نیست کردم. اپا یعقوب را. چی شد سعیده؟ یعقوب را ماشین زده گریخته است. حاضر در بیمارخانه. چی؟ زده گریخته است؟ خودت رو به دست گیر. انشالله همش خوب میشود اپا. با خواست خدا عمر دوستش رو نجات میدهد. دستت رو گیر. سرما دادرم چی خیل خوب است؟ التماس بگوی پسرم چی خیل است؟ خواطر نشوید، حالو در جراحی است. عمر کاری از دستش آماده رو میکند. اما مزیق نشوید. میدونید یعقوب در دست دکتر خوب است. با اجازه شما اینجوش خودت رو به دست گیره نکن رو بیا. همش از برای من و همش من گناهگارم که یعقوب در تلاش حیات است. عمر دشمنم شد. اونها نمیدونن که این کارو دوغن کرده است. اگر دونن خدایا. اما که قربان شما اینجا بودید؟ دارم اینجا دخترم، همینجا. ببخشید شما رو ندیدم. کجا رو که دیدن خواهی همونجا رو میبینی. جای نظر نکردت رو نمیبینی. نه به جای نظر نکردم، فقط کمی پریشان خاطر هستم. درد هست. درد به اهل طب داده شد. با مولا که دست دعا کشادی شفا به وسیله جراحی میاد. همین خیلی دخترم. لیکن هر گونه درد رو به دکتر باور کرده نمی شود. من هم همین رو گفتنی بودم. لیلی رو پرسیدم چرا اینقدر مجنون بیچاره رو اذیت میدی؟ لیلی چی گفته است؟ عاشق از درد عشق نباید آه کشد. آخه عشق درد است اما که قربان چرا آه نکشد؟ آه کشد. از دردش عاشقش خبردار می شود. لیلی گوش کن دخترم، بیگانه هایی که از عشق خبر ندارن عشق مبتلی می گردن. مبتلی در چشم بیگانگان قیمت ترین است. سیر که برآمد کرامت عشق پریده می رود. برای همین لیلی مجنون را اذیت می دهد. لیلی نیستم که دانم، مجنون نیستم که فهمم. عاشق دائم و وصل می خواهد. می ترسد که از دست می دهد و می ترسد که بخورد. یعنی عشق ناامیدی است؟ این انتظاری ناامیدی است. عشق سخنهای بیهوده را نمی خواهد. عشق می خواهد به وصال برسد و زیبایی هیچ وقت تمام نشود. چهره ها غمگین نگردند. مگر چنین می شود اما که قربان؟ لیلی چنان دوست داشت جای زده کفلیز در نمیداد. عقل معشوق را بیدار میکرد. چی خیلی اما که قربان؟ کفلیز جراحی دخترم. تو هم لیلی شبو کفلیز گیر. شفای مجنون در همان است. اما که قربانتون شوم چی میگویید نمیفهمم. قربانت شوم من مجنون نیستم. آن طرفش رو مجنون میدونم. مجنون چی رو میدوند؟ مجنون چی میدوند؟ لیلی هم عینن است. اگر عینن باشد 1000 کفلیز خورد هم باز از قطار نمی برآمد. عمر چی شد؟ یعقوب خوب است؟ خدا شفا دهد.
یعقوب این را هم پسی سر کرد. هزار بار شکر خدایا، هزار بار همش خوب میشود. شیرین جون همش خوب میشود. تشکر بابا جان. چی شد؟ یعقوب خوب است؟ خوب است عمک، جراحی خوب گذشت. پس از 1-2 ساعت به خود می آید. از تو نپرسیدم. حمزه خودش چی گپ؟ در این خیلی روزهای وزن ما باید کینه و عداوت را فراموش کنیم. آخر ما یک عائله ایم. یکی از ما از دم مرگ برگشته است که جیانی تو هم میشد فرزندی برادرت. یعقوب نجات یافت و حالا مهم آن است که جنایتکار را باید پیدا کرد. راضیید؟ کسی کرده است، خدا جزایش رو بدهد. این صدمه یادی نیست، کسی دانسته زده است. کی میتوانست چنین عمل را با یعقوب روا بیند؟ داغن تو چی گفتی؟ کی کرده است؟ داغن گفتم، داغن سحری خودش به من چنین گفت. تو میدونست که داغن کرده است؟ اکنون با ما میگویی این داغن خیلی قیمت بوده است. شخص قصد جان جیانمان کرده است و باز خش داریم که او را حمایت میکند. معلوم شد که داغن برایت خیلی شخص قیمت بوده است. همین خیلی سرمه. حیفی تو، حیف. زود به پلیس خبر دهید، دیوانه رو دستگیر کنند. من ملکی حمایت کننده تویم سرمه جان. کسی میانی محبتمان در آید از رایلش میشوم. داغن 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 بایتار جنگاوه. از یعقوب چی میخواستی؟ چی میخواستی از یعقوب؟ گبزم تو از حد گذراندی بایتار. تو خود چی میخواهی؟ میکشم. تو چی میخواهی؟ تو چی میخواهی از من؟ چی میخواستی؟ چی کار داری ها؟ تو چی کار داری ها؟ میکشم. چی کار داری؟ میکشم. چی میخواستی از یعقوب؟ چی میخواستی؟ میکشمت. دعا کن که تو را نکشتم. دعا کن که تو را نکشتم. آرام باش، با شما میرویم. زود به هر کجا که خواهید میروم. خودت را هر قدر در رانی هم سرمه را از من نمیگیری، فهمیدی؟ هرگز. پسر جونی من، جوان و جگری من، این چی به طولی است؟ در صدمه اول چه عذاب ها کشیدیم. پسرم پایهایش را از دست داد. باز شکر میکنم که خدا حیات بخشید. دیگرش مهم نیست. دخترم، این درد آتش است برای پختن خشت‌های خانه‌های قیامتمان. خدا با ما صبر و تحمل داده است که از زبانمون شکایت نبراید. دنیای فانی این خیر هم میگذرد و آن خیل هم. پدر، داغن چرا این کار رو کرد؟ عقلم قبول نمیکنه. از پسری من چی میخواهد؟ رابیه، شاید خطا از من بود. داغن در رحمتی پدرش رفته است. فرصتی نشد که از مادرش نیز تربیه گیرد. باید به رمزی اجازت نمیدادم که کلینم را پیش کنم. قبل از همه داغن را باید فکر میکردم. در اصل خطا از من گذشت. همه امون گناه هایی کرده امان را جبران میکنیم. در این کار عیبدار را کفتن شرط نیست. بسترم. اوه خوش آمده دمک. میدانی چیکار کرده ایستاده ای جان؟ از چارچوبه برآمده ایستاده ای. از آن که مرا گوش نمیکنی همه را برباد میدی. امک، اگر مرا عذاب دادنی باشی خودت را خسته نکن. من از دعوایم دست نمیکشم.
یا مرا از اینجا برار یا کار دارم نشد. میلش داغن، لیکن دانستم که با آیله دار شوی سرما همه چیز تمام نمی شود. دختر به این خیل حیات کنه راضی نمی شود. راحت می خواهد، دارایی می خواهد. با من که باشه همش می شود. برای از اینجا برآمدن نزدیکتر بیا. تنها یک راه است. عمر، با تو گپ زدنم لازم. دیگر طاقت صبر ندارم. یگان گپی تو گذشته را تغییر نمیدهد سرما. حاجتی گپی بسیار نیست. فهمیده نمیتوانم که گذشته را با یک حرکت تازه کردی. تو چرا این طور کردی سرما؟ نمیفهمم. دستانم به خون آلوده شدند. نزدیکانم از من دور شدند. بیگانه به سویت سنگ پرتوید علم نمی کند. لیکن کسی نزدیکت به سویت گل پرتوید. بس گفتم. اگر کسی نزدیک بوده گل پرتوید و در کند، آنگاه آه کشیده به تمام مردم آوازه باید کرد. وقتی گل پرتوفت گفتنی است که گل را که دوست داشتی به خارش طاقت بکن. گل خودش خار را نخواسته است. کدام گل بخار است؟ مگر بلبل خاری گل را نمیداند؟ عمر، چرا اینقدر مرا میسوزانی؟ کنی بگو هاشیم، آن چیز که نزد پدرم گفتن نتوانستی و مرا اینجا آوردی. گوش کنید اپا، هممون باید در زیر چتر یک آیله باشیم. اگر ما ضد یکدیگر باشیم تنها دشمن‌هایمان شاد میشوند. چی مقصد داری هاشیم؟ چی میخواهی؟ شکایتی که برای داغن کرده بودی بازگیر. ها؟ کاری کردهش نادرست است. به جزا هم نمیماند. جزا رو ما خودمون میدهیم. اعضای آیله را با دست خود حبس کردن تنها آیله را پراکنده میکنه. مردی فکر آیله میکردگی را بینید هاشیم. این آیله را خودت پراکنده کردی. این بیگناهی و نیتهای بدت رو ماند. داغن را تو به این کار روان کردی. فرزندم از دم مرگ برگشت. دوباره کوشش نکن که به من درسی آیله داری دیخی.